چگونه جریان گرفت؟ تشکر. خب چنانچه همکار ما اطلاع داد شناسای ژورنالیستان کشورهای آسیای مرکزی از شهر دهلی آغاز گرده در شهرهای ممبئی گوا ادامه یافت. در جریان آن نمایندگان وسایل اخبار عامه از رشد و پیشرفت ساحه‌های مختلف هندوستان اطلاع بیشتر را پیدا نمودند. شناسای ژورنالیستان کشورهای آسیای مرکزی طبق برنامه وزارت کارهای خارجی هندوستان صورت گرفته در جریان آن با نمایندگان وسایل اخبار عامه اطلاع بیشتر دایر به رشد و پیشرفت و همکاری‌های دوجانبه و بسیار جانبه داده شد. گردید که هندوستان با آسیای مرکزی نه تنها در 10 سال اخیر بلکه در قرن گذشته نیز همکاری‌های سودمند داشت. با گذشت چند سالها این همکاری‌ها دوچند گردید و عین زمان کشورهای آسیای مرکزی برای هندوستان همچون مملکتی دوست دانسته می‌شود. جمهوری تاجیکستان با هندوستان از 28 آگوست سال 1992 همکاری‌های دیپلماتیک خود را برقرار کرده است. تاجیکستان و هندوستان دو کشوری به هم دوست بوده، آنها را مشترکات فرهنگی و تاریخی از زمان قدیم به هم می‌پیوندند. تا این جانب در سمت‌های گوناگون شرطنامه‌ها میان این دو کشور به امضا رسیده، مسائل گسترش مناسبت‌های طرفین و همکاری‌های متقابلا سودمند، مسائل دارای خصوصیت منطقوی و بین‌المللی، همچنین دیگر مسائل قابل توجه جانب‌ها بررسی گردیدند. ساحه تندرستی در این کشور زیر توجه خاص دولت حکومت این کشور قرار گرفته است. کم نیستند شهروندان خارجی که برای طبابت به هندوستان می‌آیند. در سمت طب و دیگر ساحه‌ها نیز هندوستان با تاجیکستان جهت آماده کردن متخصصان همکاری‌های سودمند را برآورده است. ما می‌خواهیم همکاری را در سمت تندرستی با تاجیکستان بیشتر نماییم. من بارها به شهر دوشنبه سفر کردم و مردم تاجیک خیلی هم صمیمی‌اند. ما به نقشه گرفتیم که در آینده تجربه آموزی دانشجویان هر دو کشور را به راه مانیم تا متخصصان جوان از کشور شما آماده در ما دانش‌های خود را سیقل دهند و جوانان هندوستان در تاجیکستان. هندوستان از آن کشورهای به شمار می‌رود که در جهان با فرهنگی به خود خاص و عنعنه‌های ملی خود مشهور است. امروزها با اهالی بیشتر از 1 میلیارد خود که در جهان جای دوم را اشغال می‌نماید، همکاری‌های زیاد را با بیشتر مملکت‌های روی دنیا به راه مانده است. چند سال اخیر استحصال در این کشور رشد می‌یابد و مال و محصولات این مملکت الک در بازارهای جهانی طلبگاران خود را پیدا کرده است. در جریان واخرین ملاقات‌های مسئولین کارخانه و مؤسسه‌های هندوستان با روزنامه‌نگاران کشورهای آسیای مرکزی قید گردید که همکاری‌های دوجانبه و بسیار جانبه میان کشورهای آسیای مرکزی مخصوصاً تاجیکستان و هندوستان فقط به مسائل سیاسی و دیپلماتی محدود نشده در بخش اقتصاد و صنعت نیز دستاورد زیادی به مشاهده می‌رسد. حالا مناسبت‌های سیاسی و اقتصادی تاجیکستان و هندوستان رو با پیشروی دارد. کارشناسان ساحه بر آن نظرند که در صورت پررو به استفاده دادن راه آهن میان کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان و افغانستان، همکاری‌های اقتصادی و تجارتی تاجیکستان و هندوستان گسترش می‌یابد. Government of India is taking a lot of initiative in creating more. حکومت هندوستان امکانیت‌های بیشتر را برای برقرار نمودن راه تجارتی با آن کشورهایی که هندوستان روابط تاریخی دارد، مخصوصاً کشورهای آسیای مرکزی جستجو می‌نماید. در این زمینه دو راه اساسی از حکومت مرکزی به اینوبت گرفته شده است. یکی از این لایحه‌ها راهی است که هندوستان را با کشورهای آسیای مرکزی مخصوصاً با تاجیکستان می‌پیوندد. این یک پیوند بزرگ میان کشورهای آسیای مرکزی و هندوستان دانسته می‌شود. حکومت هندوستان لایحه دیگری را عملی کردن می‌خواهد که توسط ایران و افغانستان ما را با کشورهای آسیای مرکزی می‌پیوندد. در هفته واخری‌ها ژورنالیستان کشورهای آسیای مرکزی آید با فعالیت بخش‌های مختلف هندوستان اطلاع بیشتر را پیدا نموده برگزاری چنین بازدیدها را مهم ارزیابی کردند. گفته می‌شود که برگزاری این گونه چاره‌بینی‌ها در همکاری دوجانبه کشورهای آسیای مرکزی و هندوستان نقش کلیدی می‌گذارد. اول نادری هندوستان مخصوص برای جهان‌نما. تشکر زیاد. بینندگان گرامی، گزارش همکار ما عبدالولی نادری بود از هندوستان. ادامه خبرها.